از آفریدن فضای زندگی تا بنیاد مکتب علمی معماری. معماری دیگر تنها هنر ساختن بناها نیست. آن به یک علم مرکب و همگرا تبدیل یافته است که در خود جنبه‌های تکنیکی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اکولوژی را متحد می‌نماید. از درک زیبایی محیط تا سهمگذاری در رشد معماری ملی. در تاجیکستان شاید اولین معماری باشند، اولین پروفسور باشند که زیاده از صدها کتاب معماری مخصوصاً درباره تاریخ صنعت معماری دارد. در قطار عالمان برجسته درباره تاریخ معماری آسیای میانه از جمله تاجیکستان با رساله علمی تهیه کردند. چگونه میتوان میان عنعنه و نوآوری توازن گذاشت و نقش تحقیقات علمی در حفظ یادگاری‌های تاریخی چیست؟ تا من نبودم خیلی دکتر علمی معماری آید به تاریخ معماری. معرفی دستاوردهای علمی و فعالیت آموزگاری پروفسور رستم مقیموف در برنامه صاحبخرد شام 10 می در تلویزیونی علم و طبیعت.